خیلی خوش آمدید به ویدیوی امروزمون. امروز توی این ویدیو من توی خونه بیکارم، یعنی بیرون از خونه بیکارم و همین توی خونم بیکارم تا قراره با من همراه باشید ببینید یک روزی که من در خونه بیکارم چی کار میکنم. تازه بیدار شدم، یعنی تازه که میگم بلند شدم لباسم عوض کردم برای ویدیو و دیگه الان اینجا در خدمتشون. بریم ببینیم یک روز با من چطوری است. خب من گفتم که یه مقدار خیلی کمی به روزم برسم، یه تونر بزنیم. گفتم که تونر رو نباید با پد بزنیم، باید با در واقع دست بزنیم که جذب پوست بشه، نه که رو پوست کشیده بشه. که مربوط کننده به دستان میزنم، چون حالا صورت من آرایش بذارم چیزی نمیذارم. آرایش خیلی ریز بزن بعد یه روی رفتم، چون اصلا آرایش کردم. امروز انقدر دیروز خسته شده بودم که الان فقط نختم بخوابم، اصلا کمر درد شدید دارم. روژ لب خیلی نلارش میزنه. همینا بست. خب من کاری که باید میکردم و لیست گرفتم. شب قبل دارم میخوام لیست میگیرم. شما هم به نظر من این کار همیشه انجام بدین. و اما الان تمیزکاری دارم و گفتم که اون دو قطعه‌ای که باید امروز تمیز بشن رو تمیز کنم. آها راستی ناخن‌های جدیدم قرار بودش این ماه رو ناخن‌هامو ریموو کنم که یکم هوا بخورن، ولی وقتی این طرح رو دیدم نتونستم. خیلی خوشگله. چرا تو ویدیو همه چی تغییر میکنه آخه؟ خیلی ناخن خوشگله. خب اولین جایی که قرار تمیز بشه این میز کارمه که به خاطر اینکه مستقیم زیر پنجره یکم نور بده عذر میخوام. راستی کارمو لیست کردم، بهتون گفته بودم که از شب قبل کارمو لیست میکنم. اما قرار این میز کاری که به تازگی خریدم رو با هم دیگه تمیزش کنیم. بعد باید دستمال پشت روش میکشم. این از این حالا با این دستمال پشت روش میکشم که هم خشک بشه، که هم اگه خاکی مونده شده با این گرفته شه. حالا دوباره همه اون وسایل رو همونطوری که دارم میچینم. بریم کتابخونم رو تمیز کنیم. خب قراره با هم دیگه این کتابخونه رو تمیز کنیم، از طبقه اول شروع کنیم تا بریم پایین. در ضمن خواستم عضو جدید پانداها رو در خونه یعنی اتاقم بهتون نشون بدم. من از بالا شروع میکنم، عروسک نازکم میندازم پایین. حالا عروسک‌ها رو همونطور که بودش به نظم ترتیب یک جا میشینم. نظیر دوش کارفیلد اینجا بسید نقیده کارسون این یک بغل کارفیلدی که بده. خب هشبای عصبی رو بودم میز کارم. و لیمون هم میذارم. این قرمز هم برای بالا سرشم.
بودم میتونم. خب حالا واسه تمیز کردن اینا واقعا از این کار خیلی بدم میاد، چون باید همه رو بریزی دوباره بذاری سر جاش. من واسه همین میذارم تو خونه بغلی کتابای عزیزم. بعد فرش عزیزم. خب حالا که اینکه تایم ویدیو زیاد نشه دیگه بقیه خودم انجام دادم. اینم از تمیزکاری ما و همین راحتی تمیز شد. فقط این بخش و اون بخش سخت بود، چون دیگه باقی جا وسیله خاصی نداشت که من میخوام همه رو در بیارم. بریم برای ادامه کارا. خب من جزو کار امروزم این بودش که خاک کتابخونه رو بگیرم، خاک میز کارم رو بگیرم، قرصای ویتامین رو بخورم، یه ویدیو بر یوتیوب بگیرم که موضوعش دیگه است، استوری و پست و ادیت ویدیو، گرفتن عکس، ادیت، پیاده روی، پشت اتاق من با تمیز کنم. 3 تا موضوع دیگه هم بودش که من یادم رفت بنویسمشون و الان قراره بنویسمشون. یکی این بودش که باید چیز کنم، کومان ببینم، دور اینکه باید کامتالان ببینم. کار دیگه هم داشتم مهمم. 4 تا کار دیگه دارم. کار باقی من نوشتم. کار اضافه هم باید یوتیوب تا ویدیو رو ببینم. بعد که یوتیوب باید دیگه ویدیو رو ببینم و کتابم رو بخونم. الان پشت در رو مرتب میکنیم. چیز اضافه رو برمیدارم که خلوت‌تر شه. بریم کتاب بخونیم. اینجا بیستید و من اینجا رو خلاص. خواستم گلای جدید رو بهتون نشون بدم. چرا سرد شد؟ عضو جدید خانواده رو آبش رو عوض کنم. اینا رو ببرم اینجا رو هم تمیزش کنم. بابا گوشیم چون رو از اینا نمی وایسته. بعد دیگه کتاب چی میخواستم اول کتاب اثر مرکه ها بخونم. بعد شنیدم که میگن کتاب زرده، برای همین پدر بی پولو بخونم. تازگی هم خریدمش. این کتاب قراره امروز خونده بشه. چند صفحه شروع کنیم خوندن ببینیم که چطوری است. خب من حدود 15 صفحه از این کتاب رو خوندم. کتاب خیلی عالی بودش، خوشم اومد از این کتاب و اینکه نور چقدر خوبه، نور قشنگ تو چشممه و دیگه کتاب خوندن رو هم تیکش میزنم. فقط میمونه قرص ویتامین ها بخورم. یکیشو باید الان بخورم، یکیشو باید شب بخورم. بعد دیگه باید استوری بذارم. خب من قرص قرص ویتامینم هم خوردم. حالا بهترین کار اینه که از ساعته چند تا عکس بگیرم که پستشون کنم تو پیج بلدی شاپمون. بعدش هم برم استوری بذارم. بعد که روز آخر میکنم تموم بشه دیگه. نهارم خوردم. الان ساعت نزدیک 3-4 بعد از ظهره. یکم دیگه برم بخوابم. اگه غروب هوا خوب بودش، یعنی خیلی گرم نبودش، هم میرم پیاده روی دیگه. همین دیگه. برم الان ساعت ها رو در بیارم. خب من ساعت عکس هم گرفتم. خیلی کار سختیه واقعا. بعد دیگه ویدیو رو همینجا به پایان میرسونم. ممنون از اینکه
ممنون از اینکه منو تماشا کردید. لایک و سابسکرایب برای حمایت از من فراموش نشید. کامنت ریزم تونستید بذارید. خیلی ستون دارم. ممنونم ازتون. تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدارتون.